کانال قشتیپه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان است. برای کشاورزی آبشان تکمیل میشه، مردم راضی هستند از پیششان. زمینه کار برای خیلی از هموطنان ما و شما فراهم کرده این کانال. خوشحالی پیش میره، ان شاءالله که وطن ما روی با آبادی است. کانال قشتیپه کارش در اینجا به سرعت جریان دارد. چرا خوشحال نیستم؟ زمینه او بیا زمینه را او کنم. کانال تیر میشه و آب برای دهقانا برای مردم زیاد میشه. الحمدلله پیشرفت که است در همه مردم فایده است، خصوصا در ولسوالی آقچه برای همه هموطنان. به نام خدا و با عرض سلام. امیدوار هستم که خوب باشید. تصویری را که شما در پشت سر میبینید کانال قشتیپه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان است. این کانال در 1 الی 2 کیلومتری شهر ولسوالی آقچه قرار دارد. اینکه شهروندان از این ناحیه چقدر خوشحال هستند و این چی فایده را برای شهروندان میرسانند، ازشان در این مورد پرسش هایی می داشته باشیم. با ما باشید و بیننده برنامه ما باشید. در مورد کانال قشتیپه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان صحبت های می داشته باشیم با یکی از کسانی که در نزدیکی کانال خانه ایشان است، ببینیم که چی گفتنی داره و چقدر خوشحال است. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستم برادر جان، تانجار بخیر. خیر باشی. اگر خود را معرفی بکنی و بگویی از کجا هستی؟ جاوید هستم از ولسوالی آقچه، از ناحیه قلبقال. بسیار خوشحال هستم که کانال قشتیپه پامید برگزار شده. انشالله باید تکمیل میرسه، انشالله بعضی کاراش ماندگی هست، انشالله اینا با زودترین فرصت خلاص میشه انشالله. بسیار خوشحال هستیم، بسیار راضی هستیم. این کانال از نزدیکی کدام قریه و چقدر به شهر نزدیک است؟ اینجا به نام چی یاد میشه؟ به نام قلبقال هم یاد میشه، به نام کنشار هم یاد میشه. نزدیکترین دشار هم نزدیکترین جای است برشان. بله. اگر این کارش تکمیل شود، تمام شود و چقدر به نفع مردم آقچه خواهد؟ 100% به نفعشان است. بله. برای کارهای کشاورزی آب زیاد میشه؟ برای کشاورزی آبشان تکمیل میشه، مردم راضی هستند از پیششان که 100% چیز شه انشالله. از حکومت بازم میخواهی که همه قسم پروژه ها رو در افغانستان بیشتر بکنه تا اینکه در رشد اقتصاد کشور پیشرفت ده؟ بله 100% بسیاری کارا رو ما از پیششان انتظار داریم که در سر تا سر افغانستان باید انجام بشه. تشکر برادر. سلامت. بخیر باشید. یکی دیگر از کسایی را در کنار خود داریم که اینجا در کانال در نزدیکی کانال قشتیپه آمده است. ازشان میپرسیم که چقدر خوشحال هستند و ای که به خاطر دیدن از اینجا آمده چی احساس داره. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. نام شما چی است و شما در کجای ولسوالی آقچه زندگی میکنید؟ نام ذکرالله بلال است، از ولسوالی آقچه هستم. در ولسوالی وظیفه ما مردم هستم. خیلی خوب. چقدر خوشحال هستی از اینکه کانال در نزدیکی شهر ولسوالی آقچه تیر میشه و از این ناحیه چقدر خوشحال هستی که چقدر میتونه برای خاطر کشاورزی برای کشاورزان و دهقانا این خوبتر باشه؟ الحمدلله پیشرفت که است در همه مردم فایده است، خصوصا در ولسوالی آقچه برای همه هموطنان این فایده میرسه که برایشان در کشاورزی در دهقانا در همگیش انشالله فایده است.
این کانال که از اینجا تیر شده به کجا میره اگر بگویی به بینندگان؟ این طرفای قشتیپا و درزاب و انخوی و ایجا میره تا انخوی میره و از ولسوالی کلدار ولایت بلخ تا انخوی و فاریاب به مردم زمینه ازیر مساعد میکنه که آب بیشتر شوه و کشاورزی هم بیشتر شوه. بله آب بیشتر شوه کشاورزی هم بیشتر میشه و در مردم یا خدمت کاری هم و چیز میشه جور میشه. تقاضای چی است از حکومت؟ بازم در این زمینه پیشرفت باید صورت بگیره؟ بله از حکومت هم تقاضا داریم که در مردم افغانستان ملت را دیده است خدمت شوه میره کن خدمت ها انشالله زیاد شوه در مردم خوب است و مردم کی است جنگ زده مردم است جنگ زدگی مردم است انشالله خدمت از زیاد شوه مردم هم جور میشه هم آرامش میاد در منطقه انشالله بازم امر رقم پیشرفت صورت بگیره انشالله خوب میشه. بله در کنار از اینکه پیشرفت صورت میگیره زمینه کار برای خیلی از هموطنان ما و شما فراهم کرده این کانال. بله اما اگه انشالله که غریب باشه نادار باشه انشالله در کانال کار کنه انشالله پیسه هم پیدا میشه و چیز هم پیدا میشه هم روزگارش خوب میشه انشالله. بخیر باشین تشکر. شهروندان ولسوالی آقچه خیلی خوشحال هستند که کانال قشتیپه و یا کانال آب از اینجا تیر میشه و اینا میتونه از این آب استفاده بکنه و زمینه از زیر برشان مساعد بسازند که کار کشاورزیشان بیشتر بکنه. صحبت های می داشته باشیم با یکی دیگر از کسانی که در نزدیکی ولسوالی آقچه هست و ببینیم که چقدر خوشحال است از اینکه کانال در اینجا تیر میشه و چقدر فایده به اینا میرسونه. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ خوب هستی جان جور است، آرام هستی؟ اسم من رولاس از ولایت پروان هستم، ولسوالی شینواری قربان. آمدیم در کانال قشتیپه کار میکنیم. ان شاء الله که کار کانال قشتیپه خوبی و خوشی پیش میره. از انجینرهای ساحلی خوش هستیم، خوشحال هستیم از پیشان که میان نظارت میکنه سر کار. ما هم اینجا سنگ فرش میکنیم، سنگ فرش های ما ادامه داره در کانال قشتیپه. ان شاء الله همین کارا است که با خوشی با خوشحالی پیش میره. ان شاء الله که وطن ما روی با آبادی است. بله. این کانال که از ولسوالی کلدار بلخ الی انخوی میره چقدر به خاطر کشاورزی به خاطر اینکه آب به مردم زمینه آب مساعد میکنه چقدر فایده میرسه؟ این خب فایدهش برای مردم ها زیاد است. فایدهش به خاطر از اینکه که امی جویش برای جان جور میشه، ان شاء الله روی به جور شدن است. جویا جور میشه یا که برای مردم بیا کشاورزی ما روی پیشرفت میشه. از کشورهای دیگه ان شاء الله که فایدهش از کشورهای دیگه که با ما کشور ما فایدهش زیاد است. به خاطر از اینکه ترشک مثال یا بانجان رمی ما یا چیزای ما سیب زمینی ما که در افغانستان خود ما کشته شود همینجا سردخانه برشان جور شود، همینجا کاربار شود. ما بسیار خوش هستیم از این عادت کشاورزی مردم چی کانال قشتیپه. بسیار خوشحال هستیم. ای که کانال تیر میشه و آب برای دهقانا برای مردم زیاد میشه و زمینی کار برای خیلی از جوانا در افغانستان مساعد کرده. از این نگاه چی؟ بله وقتی که آب اینجا بیاید مردم افغانستان از کشورهای بیگانه بهتر است که در وطن خود کار کنه. در اینجا کشاورزی زیاد میشه، آب زیاد میشه. وقتی که آب زیاد شد زمین آبداری میشه. وقتی که گندم کاشته میشه دیگه هر چی که کاشته میشه دیگه مردم افغانستان جوانا کلش بکار بشه. تشکر بیادر. زنده باشی. خیر باشی. سلامت باشی. ان شاء الله که موفق. در کنار ما یک جوان دیگر هم هست. ازشان میپرسیم در مورد منفعت کانال قشتیپه که چقدر اینا خوشحال هستن که این کانال از اینجا تیر میشه. سلام بیادر، خوب هستی؟ خوب هستی، جور هستی، بخیر هستی؟ بخیر باشی. نامت چی است؟ از کجا هستی؟ از هندوکش افغانی هستم، نام ما اسامه است. چقدر خوشحال هستی که کانال قشتیپه کارش روان است و فعلا در ولسوالی آقچه
کار جریان داره و کارش هم پیش رفته. رفته، چرا نرفته؟ خوشحال هستی؟ خوشحال هستم. چرا خوشحال نیستم؟ زمینه او بیا زمینه را کنم. خوشحالی است دیگه. در دیگه ملک میرم اینجا کار کنم دیگه. وطن خود ماست، باید اینجا کار کنم. این کانال که تیر میشه آب میایه. در کنار از این چقدر زمینه کار بر جوانا مساعد کرده؟ چقدر نفر مصروف شده اینجا در کار؟ مصروف نفر زیاد مصروف میشه اینجا. که چی کم نفر بیای زمینه خو زیاد است که چی که نفر بگوی مصروف میشه، سری کار میشه دیگه. خب وطن مردم میره خو اینجا کار میکنه، سری کار میشه دیگه. از دولت میخوایی که همین قسم پروژه ها را زیاد بکنه و مردم سر کار شوه؟ چرا نمیخوایم؟ حتما میخوایم که هر چی که پروژه میکنه زیاد کنه. وطن خود ما نفرش سری کار شوه. باید اینجا بیکاری دیگه، اینجا بیکار باشه خود دیگه ملک میره دیگه، از غریبی میره، از چی خونه میره دیگه. اگه زمینه کار برشان مساعد شوه، کارا زیاد شوه، نمیره، یک جایی نمیره، اینجا کار میکنه دیگه. اگر در پا اینجا کار کنه کار میکنه ولی 100 روپیه خارج کار نمیکنه. در پا اینجا باشه 1000 روپیه خارج باشم کار نمیکنه در خارج. دیگه. تشکر بیادر. بخیر باشی. بینندگان گرانقدر، این بود برنامه امروزی ما از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان که کانال قشتیپه کارش در اینجا به سرعت جریان دارد. برای دیدن موضوعات مختلف شبکه افا را دنبال نمایید. خدا حافظ شما.